با پیشنهاد فرزند برومند تاجیک سیدخوجا اورونخوجاєв قصر ارباب در مدت 6 سال از بودجه کلخوز ساخته شد و باید ذکر کرد که سیدخوجا اورونخوجاєв سال 1901 در شهر خوجند به دنیا آمده تا آخرین نفس به حیث رئیس کلخوز کار و فعالیت کرده است و ما امروز نیز به این مکان تاریخی به قدمجوی سیدخوجا اورونخوجاєв آمدیم. باعث خرسندی است که امروز درباره یکی از شخصیت‌های بزرگ ملت ما رئیس نامی پیر دهقانان تاجیک دو کرد قهرمان مهنت سوسیالیستی سیدخوجا اورونخوجاєv صحبت میکنم. اورونخوجاєv رئیس نامدار بودند لیکن اون کس یک استعداد خداداد این خداداد نه همه هم میدهد یعنی ویو گویا یک معمار خداداد بودن. سال 1935 وقتی که سیدخوجا اورونخوجاєv شهر لنینگراد امروز شهر سنت پترزبورگ میرند میبینند قصرهای پیوتری، ارمیتاژ، پترگوف و از همونجا اینها میگیرند که میخواهند برای خلق همین کشور یک قصر باشند که به مانند قصرهای سنت پترزبورگ باشد. متاسفانه سال 1935 سالهای بسیار هم وزنین بود، یعنی خواجگی بسیار هم خرد بود. برای ساختن این قصر یعنی تماما نداشتن امکانیت، یعنی ساختن این قصر در هم دور یک فکری خام بود. بعد سرمشد البته جنگ بزرگ وطنی، بعد از جنگ بزرگ وطنی سیدخوجا اورونخوجاєv 22 خواجگی را متحد گردانید و کلخوز شد. برای سیدخوجا اورونخوجاєv سه انشاءات در کار بود. سه انشاءات. یکم انشاءات این ریاست کلخوز یعنی اداره کلخوز. دومش برای گذراندن هر گونه چاره‌بینی ها تالار اساسی. سیومش برای به فرهنگ گردانی کلخوزچون مرکزی فرهنگ. بعد به سیدخوجا اورونخوجاєv به حکمت عبدالله یولداشев یعنی سرمعمار فرمان میدهد که سه انشاءات ساخته شود. حکمت عبدالله یولداشев این گپ‌های اورونخوجاєv را به نوبت گرفته سه انشاءات متحد گردانید و ساخت به مانند قصرهای لنینگراد میباشد. البته سال 1951 ساختمان قصر را سر کرد، سال 1957 به اتمام رساند. بنا را ساختن علاقه یک معما پیدا شد. چه قصر را باید رنگ‌وبار کنیم، چه نقش و نگار کنیم. بعد سیدخوجا اورونخوجاєv از شهر لنینگراد امروزی شهر سنت پترزبورگ سررسم روس زخارف رو دعوت میکنند برای نقش و نگار کردن، برای آرایش دادن. لیکن 4 نفر استادها بودند که استادهای محلی که بر ضد انمون زخارف رشت میکرد. یعنی برای چی رشت میکرد؟ برای اینکه این 4 نفر استادهای محلی میخواستند که هنری ملی خودمون رو انعکاس دهند. البته سیدخوجا اورونخوجاєv راضی نمیشد. برای چی؟ برای اینکه داشت یک چند سبب ها. یکم سبب مهمش آن بود که این 4 نفر استادها یعنی سن سالشان 70-75 سال بودند. یعنی استادها بودند موسیقی‌ها. آیا این موسیقی‌ها از جهتی کار میبرنده باشد؟ میگفته چی؟ سیدخوجا اورونخوجاєv شبهه داشتند. دوم سببش این بود که این خیلی نقش و نگار و این خیلی ارنامه‌های البته فقط در مسجد و در چایخانه‌ها استفاده می‌بردند. در دوره اتفاق شوروی این خیلی نقش و نگارها رو حتی اجازت هم دادن به نمی‌موندند. وقتی که مراتب سیام می‌دارن این 4 نفر استادها البته سیدخوجا اورونخوجاєv میگفته نمیتونند، مجبور میشند که به آنها یک حجره تیاد. وقتی که این حجره رو به انجام میرسونند خودی زخارف دیده به حیرت میماند و میگوید که شما در همین هنر زیباتون بودید برای چی من اینجا دعوت کردید؟ همین هنر همین قصر بسیار هم زیبنده و میزیبد. اگر همین استادها این کار رو به انجام رسونند بسیار هم خوب میشد. بعد البته این 4 نفر استادها با همراه شاگردان با همراه فرزندان این کارها رو به انجام رسوندند که خیلی که دیدید استادان هنر در یگان جا تکرار داده نمی شود.
و حتی استاها خودشون رنگ رو تایید میکردن. داخلی رنگشون به زردی تخم، چلم زردالو، شیر، عسل آمیزش کرده شده و به کارهاشون 60 سال کفالت دادن. من کنچ خیلی که دیدیستون 60 سال شده اینجا آنیب یگان خیلی روی تعمیر رو ندیده است. وقتی که استا منصور، استا غفور، استا آچیل، سعیدو و چندین استاهای نقاشا من چیزی که میگن چوبکاران، گشتکاران کار را سر کردن، استاهای لنینگرادی زنو شهر آمده بودن، کار اینهای دیدن و گفتن که نمزش نیچه دیلر. وقتی که این استاهای ماهر این کار میکنن دیدن این کاری هنر برای یک ساختن همون 3 میلیون دانه تخم رفته بود. برای که تخم باید رنگ خیلی عمر برد نگاه میدارد. همین که استاهای لنینگرادی چی بکنن خیلی سال 1957 بنا بود میشود. 6 نوامبر سال 1957 کاتب یکم کلیدی مرکزی پاس کمیسیون اون وقتی تایشان توشون اجرا آمده میکشایم. این قصری چیزی که بگویم اینجا فقط کارخانچیان دم میگرفتن. خود اونوخوجا یک برگردی چی تشکیل کرد هوسکاران دیگه امروز برای ما افتخار است که همین قصر ارباب من روزهای سختی ما در همینجا اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی تاجیکستان برگزار شد و چرا که پیشوای ملت ما اسدالله رسول وحدت امام رحمان گفته بودند که من به همچون عرصه سیاست قدم اولی را از همین قصر ارباب موندم. در حقیقت این قصر ارباب امروز برای کلی تاجیکستانیان یک جای مقدس. این میزکاری سید خوجا اورمخوجاев میباشد. وقتی که سید خوجا اورمخوجاев رئیس کالخوز بودند البته هر کس این گونه میزکاری و این گونه زیبایی را نداشت و باید ذکر کرد که سید خوجا اورمخوجاев وقتی رئیس کالخوز بودنش راهبری 25000 نفر را میکرد. سید خوجا اورمخوجاев شخصی بزرگجسته بودند، یعنی پهلوان بودند. رومالی که ما میبستن 2 متر و 60 سانتی متر میباشد. البته یک تسمه عادی نمیرسد، 2 تسمه را یخته کرده میبستند. سال 1960 سویت عالی قرار میبرد که باید در سیاست همه وکیلا با لباسی رسمی آید. وقتی که این خبر رو میشنود اورمخوجاев غمگین میشن، میگه این خیلی باشد من دیگر متاسفانه اومده نمیتونم. بعد قرار تغییرات داده میشد که غیر از سید خوجا اورمخوجاев همه با لباسی رسمی باشند. یعنی سید خوجا اورمخوجاев از لباسی رسمی آزاد بود. باید ذکر کرد که سیاحان از تمام گوشه و کنار جهان برای شناس شدن با تاریخ و تمدن ملت تاجیک به قصر ارباب آمدند. چطوری که میبینید سیاحان از بلژیا، از اوکراین، از بلاروسیا به قصر ارباب آمدند. وقتی که طرح بنا رو میگذاشت اورمخوجاев نه سرمعمار نمیدانست که بعد از 40 سال اجلاسی 16 برگزار میگردد و محض در همین طول برگزار میگردد و تقدیر ملت رو حل مینماید. تصادفاً 16 ستون گذاشتند. با مرور تاریخ اجلاسی 16 محض در مابین 16 ستون شده گذشت. اجلاسی 16 نوامبر سر شد و 16 روز دوام داد و رقم خودی ترتیب جناب عالی 116 بود. پدرم نقل کردن که وقتی که
وفات میکنن سیدخوجا اورخوجایف 14 سپتامبر سال 1967. پدرم میگن که ما همراه من دوستی کس به تعزیه رفتیم. دو آدم بزرگ قصر ساخت، اما خانهش رفتیم یک کلبه خاکسارانه. از اون سیدخوجا اورخوجایف گفتم چون مریضا یوسف که بازار بزرگی پنجشنبه ساختی خانه وای به هم رفتیم که خاکسارانه بزرگان ادمی که خاکسار بشن. اورخوجا سیدخوجا شخصی خاکسار بودن. آن قصری که برای امروز ساختن برای کلی با یک میراث بزرگی چیزی که میگن یادگاری مادی من خلق تاجیک با دو بایگری معنویاتش پیش از همه علم و ادب یادگارهای تاریخش قصرهای بزرگش با تاریخ بای میگن. بنابراین سیدخوجا اورخوجایف مرگ ندارن. امروزها صدها آدمان از دور و نزدیک میآیند یاد نیکس اون کس را میکنن. بنابراین من میگویم که زنده و جاوید بان هر کی نکنه نام زیست که از عقب از ذکر خیر زنده کنه نام رو. سیدخوجا اورخوجایف شخصی که برای بهبودی کشور، برای بهبودی زندگی خلق و ملت خدمت بی‌اندازه کرده است، ابداً در قلب مردم جمهوری باقی خواهد ماند. سیدخوجا اورخوجایف سال 1967 در شهر خوجند از دنیا درگذشت و در همین جا به خاک سپرده شد.